سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق انسان و برخی سیاستمداران غربی روزهای آخر به وضع پیش آمده در ولایت مختار کوهستان بدخشان، یک منطقه خودمختار در شرق تاجیکستان در مرز با چین و افغانستان و قرقیزستان توجه نشان داده از مقامات دوشنبه خواستند که به معیارهای حقوق انسان در این منطقه ارج گذارد و از جمله دسترسی ساکنانش به اینترنت را بدون تأخیر و چون و چرا برقرار کرده به امرالدین علوچایف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را که از روسیه به تاجیکستان آورده شد، امکان دسترسی به ادوکات را فراهم بیارد. از جمله ائتلاف جامعه شهروندی به ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان و مشارکت بین المللی برای حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که 7 فوریه نشر شد از سرنوشت یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان امرالدین علوچایف اظهار نگرانی کرده گفتند که علوچایف 44 ساله بعد مجبوراً از روسیه آورده شدنش در تاجیکستان میتواند به تهدید واقعی شکنجه، بدرفتاری و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسانیش دچار شود. با وجود گزارش‌های زیاد رسانه‌ها درباره غیب زدن علوچایف، مقامات تاجیکستان از 11 ینور تا 2 فوریه سال 2022 درباره بازداشت و کجا بودن او یگان معلومات ندادند. تا زمان تهیه این اظهارات هم درباره کجا بودن علوچایف از جانب کدام نهادها دستگیر شدن او و به چه جنایت‌های عیبدار شدنش یگان معلومات نیست. این هم معلوم نیست که آیا وی به کمک حقوقی دسترسی دارد یا نه. گفته می شود در این بیانیه حامیان حقوق از مقامات تاجیکستان خواستند که درباره در کجا نگاه داشته شدن و وضع سلامتی این لیدر غیر رسمی بدخشان معلومات داده به او به طور بلافاصله و بی ممانعت امکان دسترسی به ادوکات و علاقه با خویشاوندانش را فراهم بیارند. سازمان دیدبان حقوق انسان نیز روز 7 فوریه در یک اظهارات علیحده از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تشویش کرد و از مقامات دوشنبه خواست تا بلافاصله و بدون یگان تأخیر دسترسی ساکنان این منطقه را به اینترنت برقرار کرده پرونده امرالدین علوچایف، یکی از رهبران جوانان زاده بدخشان در روسیه را عادلانه تفتیش کنند. دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از 25 نوامبر سال 2021 در پی شروع اعتراضات در شهر خاروغ مسدود کرده شد. علوچایف باشد روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و در اول ماه فوریه مقامات تاجیکستان بالاخره تصدیق کردند که او را از روسیه آوردند و به حبس گرفتند. دیدبان حقوق انسان بازداشت علوچایف را به تشکیل اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ربط داده از مقامات تاجیکستان خواسته است که مکان بود و باش او را اعلان و دسترسی آزادانه او به وکیل دفاع را تأمین کنند. هنوز روز 26 ینور پلتفرم یکدلی شهروندی و ائتلاف بین المللی سازمان‌های غیر دولتی از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا به حقوق شهروندانش به دسترسی به اطلاعات ارج گذاشته دسترسی به اینترنت را در سراسر ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور بلافاصله برقرار کند. خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً تصدیق کرد که دسترسی به اینترنت را با سبب‌های امنیتی محدود کردند. ماریوس فوسوم، نماینده منطقوی کمیته هلسینکی نروژ، نیز در توییتر در واکنش به خبر آمادگی‌ها به عملیات ویژه برای بازداشت محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان نوشته است: از خاروغ خبرهای تشویش‌آور به دست می‌رسند. مقامات تاجیکستان نباید به خونریزی راه داده وضع به آن هم ناآرام را به هم بزنند. روز 4 فوریه ویولا فون کرامون، وکیل پارلمان اروپا، در مصاحبه با نشریه بریتانیای گاردین در شرح وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان گفت پارلمان اروپا امکان درخواست معلومات درباره حوادث ماه نوامبر در این منطقه را بررسی میکند. ویولا فون کرامون که در پارلمان اروپا از آلمان نمایندگی میکند گفت ما امکان ارائه معلومات و تهیه قرار پیرامون حادثه های ماه نوامبر را بررسی میکنیم، چون که پیامدهای این حوادث تا حال احساس می شود و مردم در بدخشان از آزادی بیان محروم شدند و خانواده های کشته شدگان تا حال عدالت طلب دارند. به عقیده این سیاستمدار ریشه های مسائل بدخشان از گذشته دور آب میخورند، ولی نظام خودکامه حاکم در تاجیکستان و نبود حکم قانون باعث افزایش تشنج قومی می شود. استفاده نیرو بیش از حد و تیرپرانی به سوی اعتراضگران
حتی اگر آنها سنگ هم پرتافته باشند قابل قبول نیست و سبب افزایش خشونت می شود. این حوادث باید به طور فوری تحقیق شده آنهایی که از حد وکالت خود بیرون پای گذاشتند باید به جوابگری کشانده شوند. گارجین در مقاله‌اش تحت عنوان ما حقیقت می‌خواهیم خانواده‌های پامیری‌های کشته شده در تاجیکستان در پس منظر افزایش تشنج عدالت می‌طلبند. می‌نویسد که خویشاوندان گلبدین زیوبکوف، توتیشاه امیرشایف و گلنظر مرودبکوف 3 ساکن بدخشان که ماه نوامبر سال 2021 کشته شدند تا کنون در تلاش نائل شدن به عدالت ناکام ماندند. مؤلف مقاله می‌افزاید حوادث ماه نوامبر سال 2021 تنها مورد فشار به ساکنان بدخشان با مقصد به حکومت مرکزی تاجیکستان مطیع کردن تمام این منطقه نیست. در سال 2012 خاطررسان میکند ژورنالیست انگلیس در منطقه تاجیکستان در جریان یک عملیات ویژه مقامات 10 نفر از ساکنان کشته شدند.